برادران عزیز و حضار گرامی، شرط مغفرت گناهان که الله سبحانه و تعالی از گناهان ما، از خطاهای ما بگذرد، شرطش اینه که اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم. شرط دوم اینه که در آن اتباع حب رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده شود. اتباع همراه با حب او، با محبت او، با اطاعت کامل او. این عمل ایمان به حب رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایمان به اتباع کامل رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایمان به اطاعت کامل رسول الله صلی الله علیه و سلم، این گناهان و همه لغزشات و تقصیرات انسان را از بین میبرد. قل ان کنتم تحبون الله، بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست دارید الله را، دوستی الله را میخواهید که الله شما را دوست داشته باشد و شما الله را دوست دارید، فاتبعونی، اتباع بکنید از رسول الله صلی الله علیه وسلم در امور دین، سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، روش رسول الله صلی الله علیه وسلم. با اتباع کامل گناهان را مغفرت میکند. یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما بخشیده میشود. یحببکم الله، حب الله نصیب شما می شود. الله کسی را دوست داشته باشد، از همه دنیا و آخرت بالاترین نعمت اینه که الله او را دوست داشته باشد. بالاترین نعمت اینه که اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم او را حاصل بشود. الله سبحانه و تعالی می فرماید در این آیه: قل ان کان آباؤکم، ای پیامبر صلی الله علیه وسلم بگو اگر پدران شما، که محبوب ترین چیزهای را الله سبحانه و تعالی که انسان در دنیا همین اشیاء را دوست دارد، محبوب ترین چیزی که در این دنیا هست الله سبحانه و تعالی همه اینا را ردیف میکند. این کان آباؤکم، پدران شما، و ابنا، پسران، دختران، و اخوانکم، برادران شما، و ازواجکم، همسران شما، و عشیرتکم، قوم و قبیله شما، و اموال اقترفتموها، اون مالی که به دست آوردید، و تجارت تخشون کسادها، اون تجارتی که خیلی دوست دارید که همیشه در آن فایده بکنید و کسادی در آن نیاید، و مساکن ترضونها، اون بهترین مسکن و مکانی که در آن شما اسکان دارید، احب الیکم من الله و رسوله، از الله و رسولش نزد شما محبوب تر باشد، و جهاد فی سبیله، و از جهادی که در راه الله، جهاد دعوت، جهاد با قلم، جهاد با سخن، جهاد با عمل معروف و نهی منکر، جهاد نیاز بود با شمشیر. اگر همه این نزد الله شما محبوبتر باشند، فتربصوا، منتظر باشید که حتی یاتی الله امره، منتظر عذاب الله باشید. چرا؟ والله لا یهدی القوم الفاسقین. این فسق، گناه که انسان اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم را رها بکند، اتباع الله را رها بکند، اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم را رها بکند، بیاید دین بسازد، دینداری بکند، بگه الله را دوست دارم بدون اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم، اسلام را دوست دارم، قرآن را دوست دارم بدون اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم. فرمودن این فاسقه. لا یهدی القوم الفاسقین. هرچه عبادت بکند، هرچه نماز بخواند، هرچه اعتکاف بکند، هرچه تهجد بخواند، هرچه جهاد بکند، خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، اون فاسقه، خلاف اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم است. از راه اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم حب الله حاصل می شود، دوستی الله حاصل می شود، گناهان مغفرت می شوند. راه اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم. غیر از راه اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عملی انجام بدهیم،
من عمل عملا فلیس علیه امرنا فهو رد. هر عملی، هر چی دوست داشته باشی، عقل دوست داشته باشد، عالمت دوست داشته باشد، فکر دوست داشته باشد، مذهبت دوست داشته باشد، اون دوستی به درد نمیخورد. بگه علما این عمل را دوست دارند، بزرگان این عمل را دوست دارند، رسول الله صلی الله علیه و دوست ندارد. از خط رسول الله صلی الله علیه و سلم اون عمل منحرفه، ولی بزرگان دوست دارند اون را، علما را دوست دارند، بزرگان دوست دارند. عزیزان من، بیاییم کیفیت عبادت را، کمیت عبادت را منحصر بکنیم در اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم. رتبه محبت، رتبه اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم، رتبه اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه رتبه های دیگر بالاتر قرار بگیرد، غالبتر قرار بگیرد. ما پدر و مادر را دوست داریم، عالم را دوست داریم، اولاد را دوست داریم، مال را دوست داریم، ثروت را دوست داریم، جان را دوست داریم. اما ببینیم که اون دوستی که با الله و رسول برقرار کردیم، اون رابطه‌ای که با الله و رسول برقرار کردیم، الان این هم در مقابل هم قرار گرفتند. کدوم نزد شما الان در اولویت هست؟ کدوم ترجیح دارد؟ کدوم در اولویته؟ اگر اونجا جان و مال و آبرو و عزت و زندگی فدای محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم شد، فدای محبت الله شد، بدانی که موفق شدی یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما بخشیده شد، الله شما را دوست دارد. اگر جان و مال و اولاد و زندگی و همه چیزی که شما در دنیا به دست آوردید، انگامی که میخواد اجرا بکنید، اونجا الله و رسول کنار برود، اون ارتباط قطع بشود، اون محبت ضعیف بشود، محبت مادیات و جان و مال و زندگی بیاید، بدانی که موفق نشدیم. بدانیم که هر کسی هم باشد، عالمی باشد، شیخ القرآنی باشد، شیخ الحدیثی باشد، مجاهدی باشد، محدثی باشد، اون ناکامه. الله از من محبتی را فرض کرده که میخواد اون محبتی که بالای همه محبت قرار بگیرد، غالب باشد بر همه محبت ها. بشنوید این سخن عمر رضی الله تعالی عنه را که در صحیح بخاری است، چقدر زیباست. عمر رضی الله تعالی عنه در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت قدم میزد، دست او در دست پیغمبر علیه السلام قرار داشت. قال عمر رضی الله عنه یا رسول الله انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. گفت یا رسول الله هر چی دارم، پدر، فرزند، اولاد، مال، همه هر چی که دارم، دوستان، آشنایان، فامیل، تو نزد من محبوب تری، همه اینها را فدایت میکنم. انقدر تو را دوست دارم که همه اینها فدا بشوند، برای من اصلا مهم نیست. الا من نفسی، اما نفسم را، جانم را از تو دوستتر نزد من هست. اگر جانم در خطر بیفتد، جانم را نجات میدهم، تو را نجات نمیدهم. فقال الله والذی نفسی بیدی. عمر این محبت نیست، این ایمان نیست. شما از من اطاعت نکردی، به من ایمان نیاوردی، دوستیت، این دوستیت به درد نمیخورد. والذی نفسی بیده، قسم به اون ذاتی که جانم در دست اوست، حتی اکون احب الیک من نفسک، من از نفست هم محبوب تر باشم. نفست را در راه من فدا کن، نفست را در دفاع از من، در دفاع از سنت من، در دفاع از دین من، در دفاع از اسلام، در دفاع از کیان اسلام، آبروی اسلام، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، جانتم فدا بشود. وانگهی بدانی که الان نزد الله محبوب قرار گرفت، ایمانت کامله. عمر رضی الله تعالی عنه یک فکر مکسی کرد، گفت می توانم این کار را بکنم که جانم را فدای رسول الله صلی الله علیه وسلم کنم. فقال له عمر
اینجا عمر رضی الله تعالی عنه فرمود که والله لانت احب الی من نفسی، من تنوز اینه نفهمیده بودم که جانم فدایتم بشود. الان از این تاریخ به بعد جان عمر رضی الله تعالی عنه که با ارزشترین چیز جان انسانه فدایت هست، فرمودند الان یا عمر الان ایمانت کامل شد. خب الان بدانید عزیزان من، این شخصیت چقدر جان و مال و زندگی و آبرو همه را رها کردند، رفتن هجرت کردند. سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم را بخوانید که در این ماه رمضان سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شد که رفتند وقت هجرت کردند ظرف 10 سال روز آرامش پیدا نکردند. 27 غزوه شب و روز پشت سر هم اینها انجام میدادند، خستگی را نمیدانستند. جان رفت، مال رفت، آبرو رفت، حیثیت رفت، همه رفت، فقط این گفتن که الله و رسول راضی بکنیم. این عزیزان من، این محبت، این رتبه محبت هر زمان به دست آمد که دفاع سنت رسول الله، دفاع ارزش های قرآن، دفاع از ارزش های سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که آمد، همه اینها باید فراموش بشوند، این دوتا محبت غالب بشود. بدانید که آنگاه ما موفق شدیم، رحمت الله، مغفرت الله، نصرت الله همه سرازیر می شود. در غیر صورت عزیزان من، دینی را که مذهب آن را برای من ترسیم بکند، دینی را که شخصیتی برای من ترسیم بکند، دینی را که از تراوشات فکری بشر تحمیل بشود، اونجا برکت نیست، خیر نیست، نصرت نیست، اونجا عذابه. جعل الله الصغار علی من خالف رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله ذلت و خاری را بر اون قومی مسلط می کند که مخالفت بکند با رسول الله صلی الله علیه وسلم، با سنت او، از اتباع او مخالفت کند، مردم را به اتباع خودش دعوت بدهد. امروز رجال دین امروز مردم را به خود وصل می کنند، به اتباع خود دعوت می دهند، به تراوشات فکری خود مردم را القا می کنند که دین خدا همینه. این گونه نیست، در این خیر نیست، در این برکت نیست، در این نصرت نیست عزیزان من که رجال دین بیایند در جای خودشون قرار بدهند که از ما اتباع بکنید. مردم آنقدر بی سواد باشند که هر چی که رجال دین گفتند اتباع بکنند، ولان که در خلاف و جهت رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار باشد بعضا میگه جانم فدایی. هرگز اون جانه که در خلاف جهت رسول الله صلی الله علیه وسلم فدا بشود، اون جان در راه اسلام نیست. اون جانه که در خلاف سنت پیامبر علیه السلام قرار بگیرد، اون جان عزیزان من جان در راه اسلام نیست. دلش خوشه که من از اسلام دفاع میکنم، دلش خوشه که از سنت پیامبر علیه السلام دفاع میکنم. عزیزان من این گونه نیست. ما باید بیاییم جان را، مال را، آبرو را، حیثیت را بیان از دقیق از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله عالمانه بیان دفاع بکنیم، با محبت، با علم و با دانش، با صداقت، بدون هیچ طمعی. بدانیم که آنجا ما موفق شدیم. در غیر این صورت عزیزان من، همه این تلاش ها، همه این محبت ها، همه این جانفشانی ها، همه اینها تلاش ها اینا نتیجه نمیدهند. لا یؤمن احدکم، مؤمن نیست کسی از شما حتی اکون احب الیه، من نزد او محبوب باشم. یعنی چی؟ دفاع از سنت رسول الله صلی الله علیه و دفاع از سیره پیامبر علیه السلام، دفاع از روش دینداری پیامبر علیه السلام. اون محبت از پدر، از مادر، از عالم، از همه شخصیت ها، از همه چیزها بالاتر قرار بگیرد. اونجا بدانید که اون امت موفق شده است، اون امت پیروز هست، اون امت موفق است. در غیر صورت عزیزان ما موفق نیستیم. ما بیایم
فنا فی اتباع رسول قرار بگیریم. الان ببینید، شنیدید که میگه فنا فی الرسول، فنا فی الله، فنا فی الله، فنا فی الرسول. این بدعت ها آمدند طریقه درست کردن فنا فی الرسول. صحابه فنا فی الرسول نبودند، فنا فی اتباع رسول بودند. چه بودند؟ فنا فی محبت رسول بودند. جان و مال و زندگی و آبرو همه را در محبت رسول الله فنا کردند، در اتباع رسول الله فنا کردند، در اطاعت رسول الله فنا کردند. ما باید در اتباع رسول الله فنا بشویم. ما جان و مال و زندگی و آبرو و حیثیت را در اتباع رسول فنا بشویم، در محبت رسول فنا بشویم، غرق بشویم و در اطاعت رسول و در اطاعت الله. این فنا که در محبت او در دفاع سنت، در اطاعت او در دفاع از روش پیامبر علیه السلام، در محبت الله دفاع از قرآن، این فناها که ما جان فدا، مال فدا، زندگی و آبرو، حیثیت همه اینجا فنا بشوند. اون فنایی نیست که بیاد میگه من فنا فی الرسول شدم. یعنی چی فنا فی الرسول؟ یعنی حالا خودش رسول میشود. فنا فی الرسول معنی اینه که بعد از مدتی خودش رسول میشود، خودش رسول تصور میکند، مقام رسالت را میگیرد. میگم الان من مقام رسالت را گرفتم، از من پیروی بکنید. امروز رجال دین این گونه عمل میکنند که الان ما اتباع واجب الاتباع هستیم. سنت رسول الله نقض بشود اونجا اشکال ندارد، شخصیت من نقض نشود، اتباع من نقض نشود، محبت با من نقض نشود. این عزیزان من دین نیست. امروز اسلام، مسلمین با همه این کثرت ها که در دنیا وجود دارند، چرا اینقدر خارند؟ چرا اینقدر ذلیلند؟ ذلت اینه که رجال دین مردم را به ذلت کشاندند. رجال دین آمدند مردم را به خود وصل کردند و مردم را به سنت رسول الله وصل نکردند. مردم را به قرآن وصل نمی کنند، به اسم قرآن، به اسم سنت پیامبر به خودشون وصل می کنند، به خودشون وصل می کنند. هرچی ما گفتیم اون دینه. با ما محبت بکنید، از ما پیروی بکنید، از ما اتباع بکنید. نگویید که ما چه کار میکنیم، نگویید. یعنی ما در مقام عصمت قرار گرفتیم، از ما نپرسید که چه کار میکنید. اما ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنه وقتی که به سر خلافت قرار گرفتن گفتن مردم این بیعت ما، این بیعت دست شما بر گردن ماست، دست ما بر گردن شماست. بیعت دو طرفه هست. یعنی اگر ما تخلف کردیم این دست شما بر گردن ما قرار بگیرد، اصلاح کنید ما را. شما تخلف کردید ما شما را اصلاح میکنیم. این گونه نیست که من عمر تخلف کردم الان دیگه من مقدس شدم، من هرچی بکنم شما حق ندارید که چون با من بیعت کردید، چون الان من امیرالمومنین قرار گرفتم، الان من پادشاه قرار گرفتم، هرچی گفتم شما بگید چشم. اسلام این گونه نیست. اسلام پیوندش دو طرفه هست. پیوندش به این معنی است که اگر عالم، امیر، پادشاه اگر در خلاف جهت الله و رسول حرکت کرد، اون بیعت باید بیعت دوم را اصلاح بکند. ملت خلاف جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم و اسلام حرکت کرد، پادشاه، حاکم وقت، امیر وقت را اصلاح بکند. یعنی محبت رابطه دو طرفه است عزیزان من. این است برادران عزیز که ما بیاییم اسلام را درست بشناسیم. با بدعت ها اسلام زنده نمی شود، با خرافات ها اسلام زنده نمی شود. الان تقریبا 1000 ساله، 1000 و اندی سال، الان اون 30 سال و 100 سال و 200 سال ما حساب نمی کنم. اسلام امروز تبدیل به خرافات و بدعت و شرک و معصیت، اینها جای کتاب و سنت را گرفتند. کتاب و سنت امروز مظلوم قرار گرفته در بین من و تو.
من و توییم که کتاب و سنت را امروز زیر حملات بدعت قرار دادیم، زیر حملات شرک قرار دادیم، زیر حملات خرافات قرار دادیم. اگر امروز سنت بیاید میگه این وهابی است، این سلفی است، این نمید چنان است، این چنین است. کی این را میگوید؟ مسلمان میگوید. مسلمان میگوید که اتباع حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد، میگوید این فساده. سنت پیامبر در جمع مسلمین به عنوان فساد تلقی می شود. این مسلمان می تواند که در مقابل دشمنان پیروز بشود. این مسلمان می تواند در جهان حاکمیت بکند که سنت رسول الله نزد او فساده، سنت رسول الله نزد او بدعته، توحید نزد او بدعته. هرگز عزیزان من امکان پذیر نیست که ما بیاییم که این گونه اسلام را بفهمیم. بیاییم منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم را یاد بگیریم، عالمانه بیاییم علم را یاد بگیریم، منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم، سیره پیامبر صلی الله علیه وسلم را، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، قرآن را چگونه اجرا کرد، اسلام را چگونه اجرا، این یاد بگیریم. تا زمان عالمانه نیاییم، با هم تبادل نظر نکنیم، سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم منهج را اجرا نکنیم عزیزان، تا قیامت این ذلت خاری هست و اونجا خوشبختی نیست، اونجا سعادت نیست، اونجا تعالی نیست. عزیزان من بیاییم، به خصوص رجال دین بیان به خود بیایند، رجال دین به خود بیایند، سوء استفاده نکنند از بیسوادی مردم، از مردم خرسواری نگیرند برای متاع دنیا، برای اینکه چند روز بیایند یک متاعی به دست بیارند و مردم را سبک بار بیارند. سبک بار آوردن مردم چیه؟ که از علم توهی بکنند آنها را، یعنی از علم سنت، از منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم در اجرای اسلام توهی بکنند، منهج خود را تحمیل بکنند، منهج خود را بیارند. این عزیزان من توهی کردن مردمه، این خار ذلیل کردن مردمه که همانطور که گذشتگان این کار را کردن. فاستخف قومه فاطاعوه، که قوم را از دانش، از علم توهی کردند. الان گفت هر چی ما گفتیم قبول کنید. قرآن میگه فاستخف قومه، این خفته، این اون انسان را دارید خفت و ذلت و او را تحقیر میکنید، ذلیلش میکنید، جان و مال و زندگی و آبروش را برای خودتون میخرید. دعا بکنید الله سبحانه و تعالی عزیزان من این همه عبادات ما را در طول ماه رمضان مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفتیم، توفیق داد الله سبحانه و تعالی ما را، و همه این اعتکاف هایی که مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار گرفتیم. امروز ما عبادات را مهم نیست، عبادات ما بیشتر بدعات و خرافات هست متاسفانه. دعا بکنید الله سبحانه و تعالی این نوافل ما را، این قیام اللیل ما را، این روزه ما را، همه اینهایی که مطابق سنت قرار گرفته تلاش کردیم مطابق سنت انجام بگیرد. تلاش کردیم که ولو اینکه مقدارش کم باشد، کیفیتش دقیق مطابق سنت پیامبر علیه السلام باشد، اون نزد الله ارزش دارد. الله سبحانه و تعالی به بارگاه خودش بپذیرد.